رفت و یگان عمل کردن اگر والله ما موافقی شریعت زندگی کنیم کو شب و روز مگرم کار زنهای ما و شما خیلی بیچاره ها نمیدونن شریعت هر چیزشون میگن خواب میگن خانه پدر بیا پدر باید و در پوش سرش میزنن میروه ما درس سیاسی میخواندیم در اسرائیل امروزه یک سوال شد یکی از علمای یهود سوال داد که برای چی دخترای شرق آسیا دخترای مسلمان دین دارن ایمان دارن ایمان اسلام از ایمان انسان از دین خارج نمیکنه سخت میخفه نماز میخوانن الله در قرآن میگه الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر انسان میخفه چی با دخترای مسلمان حس با ایشان میشود